آیا باید برای هر موجه طبیعی اکستنشن انجام داد؟ در پاسخ باید بگم نه قطعاً. شما نمیتونید روی هر موجه طبیعی اکستنشن کنید، چون موجه های طبیعی تو چرخه رشدهای متفاوتی قرار دارن. مثلا شما اگر روی موجه های آناژن بخواید اکستنشن نصب کنید، اون موجه ها به خاطر اینکه خیلی نازک هستن ممکنه اون وزن اکستنشن رو نتونن تحمل کنن. پس باید حواستون به ضخامت تار موجه اکستنشنی که انتخاب کردیم باشه. اون موجه های بیبی لش که تو مرحله آناژن قرار دارن بعد از یه مدتی خیلی سریع وارد فاز تلوژن میشن که میشن موجه های بالغ. برای همین ممکنه اگر شما روی موجه های آناژن خیلی زیادی اکستنشن کنید، ریزش اکستنشن هاتون تو روزهای اول خیلی زیادتر باشه. پس سعی کنید که برای اکستنشن های کلاسیک روی موجه های آناژن اکستنشن انجام ندید.